بنا به اطلاع دریافته رادیو آزادی 22 کس را در شهرهای خوجند و دوشنبه با نشانه‌های التهاب شش و شبهه کرونا ویروس تحت کرانتین گرفتند. نمایندگان ریاست تندرستی ولایت سوخت روز 19 ماه تصدیق کردند که در یک هفته آخر 4 نفر را با گمان کرونا ویروس و 15 کس دیگر را با علامت‌های التهاب شش زیر نظارت قرار دادند. مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند در دوشنبه 3 کس مشکل شش دارند، اما گرفتار آنها به بیماری همگیر کرونا ویروس تصدیق نشده است. این در حالی است که وزارت تندرستی تاجیکستان از اول سال 2021 بعد از آنکه که پرزیدنت امامعلی رحمان در پیام سال نویش گفت کرونا ویروس در تاجیکستان قریب به نیستی رسیده است، دیگر درباره آشکار شدن یگان حالت نو گرفتاری به این ویروس خبر نداده است. عبدالمولان عبدالله‌زاده سردار مرکز بهداشتی ولایت سوخت به رادیو آزادی گفته است 2 روز پیش 17 ماه شهروند 47 ساله عربستان سعودی منصور علی قاسم را با نشانه‌های بیماری کرونا ویروس در شفاخانه کسلی‌های سرایتی خوجند تحت کرانتین گرفتند. 3 کارمند میمانخانه که با این شهروند سعودی تماس داشتند نیز به گوشه‌نشینی وادار کرده شدند. این شهروند خارجی آخر هفته گذشته به بیمارخانه بوستان آمده برای سنجش کرونا ویروس در درمانگاه لقمان حکیم تشخیص سپرده است. نتیجه مثبت برآمد. ما زود او را به کرانتین گرفتیم، گفته است عبدالله‌زاده. رادیو آزادی می نویسد معلوم نیست که چرا نتیجه تست این شهروند سعودی به آمار رسمی وارد کرده نشده است. در همین حال با اطلاع دریافتی رادیو آزادی 3 کارمند دفتر یونیسف در تاجیکستان با نشانه‌های التهاب شش بستری کرده شدند و این سازمان بعضی از کارمندان خود را به کار فاصلوی فرستاده است. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان کمی بیشتر از 13,000 حالت گرفتاری به کرونا ویروس و 90 حالت مرگ از این ویروس ثبت شده است، ولی منتقدان این آمار و همین طور ادعاهای مقامات درباره گویا در 5 ماه اول سال 2021 آشکار نشدن یگان حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس در تاجیکستان را زیر شبهه می‌گذارند و بر اینند که مقامات مقیاس و دامن واقعی پنشوی این بیماری را در کشور به کدام دلیل ناروشن از جامعه پنهان نگاه می‌دارند.